دیدین من هر چی گل برای زری میگیرم میذاره تو همین ماشین میره. اینجوری پیش بریم خانم شیری، من تا ماه دیگه کل ماشینم میشه گلخونه. با اینکه ماشین رو نگاه چقدر کثیفه، با اینکه هر موقع میبینمت به یادتم، نبینمم به یادتم، ولی خیلی باحاله اینا. ولی خب تا یه حدی جا داره ماشین دیگه، تا یه حدی جا داره دیگه، بگه نه یه چند تاشم ببر با خودت، یه چند تاشم ببر تو به یادگاری. این یه یادگاری. اینا برام روز دختر خریده بود، نگفته بودم بهتون. اینجا خیلی به هم ریخته است دیگه، ببخشید. این دماغم عمل کردم مثلا آورده بود با بچه ها، با داداش اینا. این یه یادگاری اخیراً داده بود. آها این، خب منم خیلی یادگاری دارم دیگه. آها این خیلی بزرگه دیگه، همه جای خونمون پر گل و مل و اینجور چیزا بودش. آها این دیگه همین. آقا پس تولد در انتظار داریم، اونم چه تولدی، یعنی از اول تولد تا آخر تولد شما همراه من هستید. امروز رفتم لباس دادم دوختن برام، نمیدونی چه طرحی پیدا کردم، وای خیلی خوشحالم. علی میخواد برام تولد بگیره. یه لباس خوشگل سفارش دادم پارسال دوست داشتم تولد بگیرم، امسال خیلی خوشحالم. بعد خیلی خوشحالم که کسی که دوستش دارم داره واسم تولد میگیره. آقا تولد نه فردا نه پس فردا، تولد من بگم بگو 4 آذر ماه سه‌شنبه. آره هفته بعد سه‌شنبه علی برام تولد گرفته. فکر کنم یه هفته از تولدم میگذره. دیگرانو سریع‌تر بخرم، واسه آرزو میکنم که رویاتم رنگ حقیقت بشن. بیشتر از آفتاب فردا صبح داری میدرخشی، گذشته رو جا کن تو چمدون و اخمو دور کن. چشتون بند امید رسیدن با آرزوها، دوباره شم فوت کن. تدیر دادن ساعت و عطر رو پیرم تمومه، اما مهم دیگه منه که با ارزش تر این از تمومش. یه عروسه که با لمس دستت موی دوست دارم و باتریش قرار نیست هیچ وقت تموشه. من اون عروسکیم که میدونمه، حتی اگه ارزش تو هیچ کس ندونه. چرق حالمون میدن خبر حالمون، زمین گیر میشه اگه نپر آسمون. حتی وقتی خیلی بدی. سلام، چطوری؟ مثل اینکه سورپرایزای ما امشب تموم نمیشه. آره بچه‌ها سورپرایزای ما فقط
دیگه ولی زهرا رو نمیشه اونجوری سورپرایز کرد، گناه داره. آره چجوری؟ همونجوری که تو رو بابا سورپرایز نکنید کردم. بابا من پاهم داشت میلرز. بچه بریم سورپرایزش کنیم. روشن کنم از الان؟ استرس داری؟ نه روشن کنم؟ نه این خدا مرزا بخوام فیلم بگیرم. ای وایس عشقا تو رو قسمه. باشه بابا باشه. هلو سرخوشه دیگه زرشیفه. خانم شیری اینجا نداری چرا؟ نات اسلامی 0. اوزایی ها مراسم عروسی سورپرایز خواستید حتما به من ورشد. چند بگیری؟ برای سورپرایز الان سورپرایزش کرد کی میخوای بگیرش؟ فردا با کیک رفته تو خانم شیری. چطوری؟ خوبی؟ تولد مبارک. آرزو میکنم هممون سال بعد به همه آرزوام برسیم و هممون کنار هم باشیم خوشبخت و ببینیم حالش چطوره. عشقم جانم چطوری؟ خوبم؟ ترسیدی؟ نه برو بالا تو. شوکه شدی؟ نه خیلی برو بالا. ریدی؟ چی؟ بالاترم دارم. چی برو بالا تو؟ دیوار راجع به چی داشتم؟ نه میخوای نگیم مدلش میخوای نگیم راجش. ساعت خوشگل بلشه ببین. خیلی خوشگل. مبارکت باشه. مدد بشم. فدای تو. انتقام همه بچه ها واسم رو از بخری تمامه. چقدر خوشش ولی میاد. مدلی نه اینجوری نه. اینجوری میخوای بخری نخر همون جورا. نه بابا من غلط کردم دیگه تو رو سورپرایز کنم. خیلی ممنون که اومدید. خیلی خوشحال شدم سورپرایزم کرد. مرسی داداش. چرا به خدا فکر نمی‌کردم تولد خب دیدم سورپرایز شدم لباس زنم نه سورپرایز که شدم. مردم کیک اومده تو زهرا. آره تو فقط سورپرایزم نکردی تو. چرا جواب نمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا حرفو میپیچونی؟ اوکی. خلاصه که خیلی ممنون که تشریف آوردید. مهری جونم. قربونت برم. خوش اومدی. بوش بوشی. ببین تا 24 ساعت اتو میکنم. دور تو من بگردم. خیلی ممنون. نه مرسی. همین که اومدی تولدم خودش یه دنیاست. عاشقتم. بوش. حسین خوش اومدی. مرسی تولد مبارک. خیلی ممنون که اومدی. انشالله که همیشه بخندی. مرسی مرسی متشکرم. انار با نمک. نوش جون. دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید. نوش جونت باشه. I love you. موهاتو چرا اینجوری زدی؟ خیلی بهت میاد. خوش‌تیپ‌ترین پسر ایران. تو چی میگی؟ سلاطین ابرو. جیگرم مرسی از دیشب پیشم بودی. بوش بخور نوش جونه. خوردی دیگه. سهرم تو کار بیزنسه. مرسی که دیشب پیشم بودی. خب باشه.
مرسی عاشقتم. به من گفت یه ساعت بریم برمیگردیم 2 روز بریم اینجا من خوابم به منم گفت 2 ساعته میریم میاد. اکرم خوابه. اکرم خواب. اکرم کیه؟ اکرم همسایه زهرانیناست و خیلی رو خوابش هست. رو خوابش هم هست. اکرم بیدار ما صدا میکنیم اکرم میکوزه به در به دیوار تذکر میده. همسایه پایینیشونه؟ آره. کجاست اکرم؟ اکرم نه بغل اون برای آسانسور. او اکرم نزدیک. او بابا دورم هست. راست میگه پرده‌تون رو ضخیم کنید. اکرم خانوم به تو چه؟ اکرم خانوم اگه این استوری میبینی بچه ها شاکی هن. اکرم خانوم این زهرا هیچی بهت نمیگه. فردا یادونی من اومدم پرده اتاق خودتون رو کلوف کردم. چرا به دوست من میگی پرده اتاق تو کلوف کن؟ به تو چه اکرم؟ اکرم تو بینم تو چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم. همه با هم دستتو بذار تو دستم. چشم نگاه نه بذار رو خودت فیلتر منو بذار تو دستم. رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم. اگه شب بشه دستتو بذار تو دستم. چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم. همکاری نمی کنید واقعا متاسفم براتون. آها اشران جان چشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم. اکرم خانم کجایی؟ اکرم خانم کجایی؟ شب به اون چشمات خواب نرسه. به تو میخوام اکرم نرسه. بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. اکرم خانوم اکرم ببین بسوز. اینجا ما داریم اشغال میکنیم. اکرم دوست دارم عشق منه اینو قلبم فریاد میزنه. یه مستی داره صدا. این صدای عاشق شدنه. ماشالله قصه عشقت باز تو صدامه. همگی با هم ها. من حجاب دارم. قصه عشقت باز تو صدامه. مستی و سر رامه. یه نفس بیشتر فاصله موندی. چه تب و تابی باز تو شبامه. تو که مهتابی تو شب من. تو که آوازی رو لب من. اومدی موندی شکل توی هر یارم من. شب به اون چشمات خواب نرسه. به تو میخوام مهتاب نرسه. بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. آفتاب نرسه. ممنون از مهمون ویژمون آقای محمودی. من بخاطر سیبیلای کجش دادا مسخرم میکنم به خاطر سیبیل. نه خیلی قشنگه نگاه کن. خیلی هم قشنگه. خیلی داره خوش. واقعا تولدش خیلی داره خوش میگذره. اگه آرزت نبود بیشتر خوش میگذره. تولد ظریف الان خوش میگذره. اکی جون آقا میشه اگه اسم نیاری؟ اسم ننم اکرم.
از اون موقع داره این به من میگه مامان من در قصه ها بشین دست منو تو علیازی نگاه داره بای بای میکنه سقفمون یکی باشه عادی جلوه بدید نه اشکالی نداره با کسی هم کار نداریم وایسا منم با دیوار میگم